با 1 کاسه ماست و 1 کاسه آرد 40 تا کلوچه درست کن که برای 2 تا دونش 100 تومن پول ندی. همین اول بگم نه فر میخواد نه همزن. احتیاجی به خمیر مایه و ورز دادن و استراحت دادن هم نداره. فقط چند قلم مواد ساده میخواد که خودتون به راحتی توی خونه کلی کلوچه کنجدی درست کنید. تخم مرغ و روغن و ماست و شکر رو با هم مخلوط کنید. بعدم آرد و بیکینگ پودر و پودر هل یا وانیل رو اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. سریع خمیرتون جمع میشه و اصلاً به دست نمیچسبه. حالا به اندازه یه نارنگی کوچیک از خمیر بردارید، گرد کنید، داخل کنجد بزنید و بذارید داخل تابه. در تابه رو حتما دم کنی بذارید با شعله ملایم. اجازه بدید یه ربی بپزه. زیرش که اینجوری طلایی شد آماده است. به همین راحتی کلوچه هامون آماده شد. دیدی چقدر راحت با موادی که تو خونه همه هست میتونی کلی کلوچه درست کنی و پولت به کلوچه های شرکتی گرون قیمت و ناسالم ندی. همین الان سیوش کن و بفرست برای دوستات. اگرم دوست داری راحت و ارزون آشپزی کنی منو فالو کن.